سلام. امروز میخوایم با هم بیایم استراتژی SP12 رو با هم یک بک تست سریع بگیریم، یک بک تست روزانه بگیریم. چون امروز من خودم داشتم کارهای برنامه‌نویسی و اکسپرت رو انجام میدادم، اصلا وقت نکردم که بیام پای چارت بشینم ترید کنم. اما خب میخوام ببینم که امروز توی بازار چه اتفاقی افتاده و اگه ما با استراتژی SP12 میمدیم ترید میکردیم به چه نتیجه‌ای میرسیدیم. حالا این تستی که من دارم انجام میدم بدون در نظر گرفتن هیچ استراتژی دیگه ای هست، بدون در نظر گرفتن هیچ سقف و کف و ترن لاین و کانال و ترین رنج و اینا همه رو گذاشتم کنار. فقط صرف بر اساس خود SP12، یعنی هر جا که اندیکاتور من اومده به من سیگنال بای سل داده اومدم وارد معامله شدم، یعنی اومدم تعیین کردم که اینجا اگه وارد می شدیم سود بوده یا ضرر بوده و به دو روش میخوام بیام این کار رو انجام بدم. یه روش همطوری که دیدین من قبل اومدم همه رو نوشتم که الان توضیح میدم چجوری حساب شده، و یک روش دیگه اینه که میخوایم بیایم با هم با سیگنال جدیدی که اندیکاتور تو ورژن جدیدش داره بهمون میده وارد پوزیشن بشیم، ببینیم که اینطوری چه نتیجه‌ای میگیریم و اختلافش با این حالت عادی به چه صورته. خب من اول میام این حالت اولی که جلو جلو نوشتم که وقتمون گرفته نشه رو یه توضیح سریع میدم و بعد میریم اونور با همون کار رو انجام میدیم که شما هم بهتر متوجه بشین که سیگنال جدید به چه صورت هستش. خب استراتژی SP12 چی هستن داستان؟ همونطور که همه میدونین اینه که وقتی که بالای مووینگ اوریج 60 هستیم، یعنی خط زرد رنگی که روی چارتمون افتاده، وارد پوزیشن میشیم و ریسک و ریوارد 1 به 1 رو میگیریم که من برای هر پوزیشن اینجا 1% قائل شدم که گفتم اگه سود شد 1% سود، اگه ضرر شد 1% ضرر محاسبه کنیم که بهتر دستمون بیاد، که در نتیجه به عدد 9/6 رسیدم. یعنی اگر از 10 صبح که اینجا من خط استارت رو مشخص کردم، یعنی زمانی که ممکنه بشینیم پای چارت کار کنیم دیگه، ساعت 2 نصف شب که نمیشینیم ترید کنیم، از اون تایم که تایم واقعی هست که ما میتونیم ترید کنیم، اگه تمامو می اومدیم میگرفتیم، یعنی حواسمون به اون کانال سیگنالی که درست کردیم بود، هر موقع آلارم میداد تا جونز می اومدیم معامله رو میگرفتیم بدون در نظر گرفتن هیچ این استراتژی دیگه، این میشده نتیجهمون که 9 تا سود میکردیم 9% و 6% ضرر میکردیم، که در مجموع میشده 3% سودمون روی استراتژی معمولی 1 به 1 ریوارد گرفتن. که همونطور که میبینین من یک سری مثلا اینجا این سود رو در نظر نگرفتم، چون اگه رو میرفتیم روی چارت نرسیم کردیم قطعا اینجا سیل بوده، اما چون این بیشتر کندل بالای مووینگ اوریج 60 بوده دیگه من اینو زرد گذاشتم که نشمرمش جزو سودا، وگرنه میتونیم اینو 10 هم در نظر بگیریم، اما خب دیگه حالا سختگیرانه اینو حساب نکردیم. یا مثلا اینجا هم اینه که سیگنال سل بوده بالای مووینگ اوریج، خب وارد نشدیم، فقط سل رو وقتی وارد شدیم که زیر مووینگ اوریج بوده. خب اینو فکر کنم کامل میدونید. فقط یه نکته خیلی مهم درباره خود اندیکاتور بگم که میبینید اینطوری من همه رو زدم اومده برای این قابلیتیه که گذاشتیم که سریع بتونیم این بک تست بگیریم، که وقتی دوباره وقتی تنظیمات اندیکاتور رو باز کنیم، قبلا هم توضیح دادیم تعداد کندل های برای بررسی من گذاشتم رو 300 تا، حالت عادی 50 تاست که به سیستمتون فشار ندادم، چون الان میخوایم بک تست بگیریم من 300 تا گذاشتم، شما 1000 تا بذار، 10000 تا بذار، هر چقدر که بروکر بهت کندل میده بذار، مشکلی نداره. خب این شد به این صورت 9 و 6. حالا میریم اینور با توجه به سیگنال های جدیدی که روی اندیکاتور پیاده کردیم بهمون بده و روشش رو بهتون آموزش میدم که ببینیم که چه تغییری میخواد بکنه و آیا بهره وریمون بهتر میشه یا نه. خب من میرم دوباره همونجا ساعت 10 صبح شروع میکنم به کار کردن به این صورت که هر جا که نقطه چین زرد داشتیم، نها کنین این خط اولو مثل من اینجا که تک سیگنال هست توضیح بدم، ما میایم اینطوری حساب میکنیم که وقتی 3 تا کندل پشت سر هم حساب شد به ما یک سیگنال جدیدی اندیکاتورمون میده، باید بیایم روی سیگنال جدید یه دونه پوزیشن پندینگ بذاریم، یعنی میایم اینجا یه دونه بای ست میکنیم که خود قیمت بیاد بزنه تو سرش و فعالش کنه، با مارکت وارد نمیشیم. و هدفمون چیه اینجا؟ هدفمون اینه که تی پی 3 بگیریم، این سری ببینیم آیا بهمون تی پی 3 میده یا نه، یا اصلا پوزیشنمون فعال میشه یا نه. ممکنه بیاد اینجا سیگنال هم بده ما بذاریم مثلا قیمت بر نگرده ببینش و بره و اون سیگنال اصلا فعال نشه، پس این ضرر هم ممکنه بهمون بزنه. حالا ببینیم که به چه صورت میشه، چقدر میتونه برامون بهتر باشه یا نه نباشه. خب این سیگنال اولمون اینجا بوده
ببین وقتی که اینجا ستش کردیم قیمت رفته برگشته و اینجا اومده فعالش کرده و تیپی سمون رو داده. پس من اینجا یه عدد سبز رنگ میزنم 3. میایم اینجا و اینو تنظیمش میکنیم. رو سوال من رنگش رو بخور سبز پررنگ بذارم که بهتر دیده بشه. خب پس اینجا سیگنال تیپی سمون رو داده. میرم سیگنال بعدی جلویی که پشت سر هم داده بود این هم باز بهمون 3 داده، استاپمون رو نمیزنه. یه دونه 3 هم اینجا. این سلوکی کاری نداریم، بالای مووینگ اوریجه. این بین حالا جلوتر همش اینطوری نیست، همونطور که میبینید جلو استاپ داریم. حالا در روی استاپ میخوام خیلی توضیح بدم که خیلی که نمیخوام توضیح اصلی رو بهتون بدم. اینجا باز میاد در نهایت بهمون 3 میده. اینجا فعلا این روزای خوششه تا برسیم به جایی که قراره بازار اذیتمون کنه. اینجا روی نقطه چی میذاریم. نگاه کنیم اینجا قیمت ازش دور شده بود، اینجا تازه اومده فعالش کرده. نگاه کنیم من اینو بکشمش جلو، اینجا تازه اومده فعالش کرده و استاپاشو زده. این و من اینجا میام چیکار میکنم، یه دونه 1 منفی میذارم، 1 قرمز رنگ. سعی میکنم که سریع این کار انجام بدم که وقتتون گرفته نشه. میریم سر سیگنال بعدی، نقطه چین زردش اینجاه. این میاد اینجاها فعالش میکنه اما خب به 3 نمیرسه. اینم منفی. اینم باز میاد اینجا فعالش میکنه، همینجا سریع استاپش هم میزنه، اینجا منفی. نکنین وقتی که ریسک و ریواردتون رو زیاد میکنین، نکتهش اینجاست که میخواستم بگم. شما درسته که TP اس میگیرین اما وقتی که ریواردتون رو بالا میبرین باید توقع اینو داشته باشین که استاپ های زیادی هم بخورین. شما باید ببینید در برآیند و طولانی مدت ببینید این TP3 داره بهتون سود میده یا نه. خب اینا که اصلا استاپ سل بالای مووینگ اوریج کاری بهش نداریم، اینام که چشمی معلومه که اصلا نمیده. پس اینام جلو میام یکای منفیشو براش میذاریم و میایم این سمت. این سمت هم باز مثل اون ور که گفتیم این اولیه چون بالای مووینگ اوریج در نظرش نمیگیریم، بیخیالش میشیم. این سیگنال دوم امروز کلا اصلا بهش نرسیده پس فعال نشده. سیگنال سوم اومده با اینجا فعال شده و 3 شو بهمون داده. من برم 3 از اینجا کپی کنم بیارم جلو، یه دونه 3 اینجا گرفتیم. دیگه سیگنال نداشتیم تا اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا تازه این پوزیشن گذاشته شده، رفته پایین، برگشته، تازه اینجا اومده فعالش کرده. یعنی تازه اینجا اومده اون پندینگمون رو فعال کرده و در نتیجه باز به همون 3 مونو داده که اومده اینجاها به همون 3 داده. این یکی استاپ شده، اینو من بذارم اینجا. همینطور بعدیش استاپ شده. این بایا رو که هیچ کدوم کار نداریم چون زیر هیچ هسته. حالا با استراتژی اینا میتونیم بگیریم اینا، اما خب ما همونطور گفتیم میخوایم فقط بر اساس همین سیگنالی که رو چارت هست بگیریم. این هم اومده 3 شو داده، اینجا ست شده، اینجا برگشت قیمت فعالش کرده و 3 شو گرفته. پوزیشن بعدی رو ببینیم چه جوری بوده. اینجا همین که فعالش کرده، همین کندل که فعالش کرده، همینجا استاپش هم زده. پس اینجا یه دونه منفی. میبینه که خیلی استاپ هایی که خوردیم زیاد شده چون ریواردمون زیاد شده، نتونسته دیگه بره همون ریوارد یکش. اینجا نکنیم می اومده اگه همون لحظه وارد میشدیم این نقطه چین سبز رو میبینید، زوم کنم ببینید مثلا اینجا که منفی 1 گرفتیم تو حالت عادیش وارد میشدیم، تی پی اون هم نقطه چین سبز بوده، تی پیشو میگرفتیم. اما چون ریسک و ریواردمون به هم ریخته و اون با مارکت وارد میشدیم، اینجا داریم پندینگ میذاریم، یه خورده سیستم عوض میشه. خب حالا ببینیم بشماریم ببینیم چه بلایی سرمون اومده اینجا. اول مثبت رو میشمارم 6 تا 9 تا 10 11 12 13 14 15 16 17 18 تا ما اینجا تی پی گرفتیم. اینو بیارم اینور که سرم نچرخونم و 18 تا تی پی گرفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا هم ضرر کردیم. هشت تا هم ضرر کردیم.
خب نگاه کنین، من یه لحظه دوباره شما اشتباه نکردم. خب نه درست شما. خب نگاه کنین الان با اینکه چشمینا با اینجا 8 تا ما ضرر کردیم، تو حالت عادی 6 تا ضرر کردیم، اما سودهامون در مجموع این ضرر و زیانهایی که پشت سر هم کردیم می‌بینیم که 2 برابر سود کردیم. 9 تا سود کردیم اونجا که در مجموع اختلافش شد 3% سود. 6 و 9 3 تا برامون اختلافمون هر کدوم 1% بود ورودامون، 3% سود شد. اما اینجا می‌بینیم که 10% سودمون شد که حالا شما بگو به خاطر اسپرد و اسپی پیج و اینا یکیش جلوتر راه بیفته، یکیش دیرتر فعال بشه، یکیش تیپیش بخوره، یکیش نخوره، به هر حال خیلی بیشتر از این به ما سود داد، چون ممکن همون اسپی پیج و این داستانا اینجا هم باشه دیگه، فرقی نداره. اتفاقا اینجا بدتره، چون شما تازه اون سیگنالی که می‌بینی میری پای چارت که می‌خوای تازه دکمه رو بزنی، این نمیدونم اکسپرت رو فعال کنی، اینا سود و ضرر تو بذاری تا بیاد فعال شه، یه مقدار ممکنه از قیمت اصلا فاصله بگیره از نقطه ورودت و نقطه ورود بین‌تری نداشته باشه. اما اینجا چون پندینگ میذاری نقطه ورودت خیلی بهتره و این عددی که اینجا هست میتونه تحققش واقعی تر براتون پیش بیاد. پس این سیگنال جدیدی که داخل این اندیکاتور گذاشتیم به شدت داره به همون کمک میکنه و برامون نتیجه بهتری و رقم میزنه. حالا دیگه اگه بیاین با استراتژیتون کار کنین و حالا اینا رو هم بیاین بگیرین و نمیدونم کارهای دیگه هم بخواین این وسط بکنین که دیگه جای خود داره. یعنی که اینا که اینجا وارد شدین و این بیاین مثلا این بگیم اینکه انقدر دور شده دیگه ولش کنین و کنسلش کنم و این داستانا، اینا که همه سر جای خودش هستش که جلوی ضرر بیشترتون رو بگیرید. دیگه استراتژی معاملاتی خودتونه. فقط می‌خواستم بگم که به این صورت هم میشه خیلی سریع بک تست گرفت این اندیکاتور، هم با سیگنال جدیدش میشه اینقدر اختلاف بهتری گرفت. خب موفق باشین، امیدوارم که این فیلم به دردتون خورده باشه.